ایرپاد اورجینال زیر 1,000,000 مگه داریم؟ دوستان چینیمون این ایرپاد سری 2 رو یه جوری با کیفیت و ظرافت کپی کردن که خود کمپانی اپل هم فکر میکنه اورجیناله. از اون جذابتر اینه که به گوشی‌های اندرویدی هم متصل میشه. داخل جعبه‌اش یک راهنمای تصویری برای اتصال به گوشی و نحوه تنظیمات ایرپاد به زبان انگلیسی وجود داره و در کنارش یک کابل USB به لایتنینگ به طول 1 متر برای شارژ هندزفریتون گذاشته شده. حالا بریم سراغ اصل ماجرا، یعنی جعبه کیس وایرلس شارژ با یک باتری 360 میلی آمپر ساعتی از جنس پلاستیک با دوام ABS که داخلش این گوشی‌ها با این طراحی زیبا و ظریف قرار داده شده که مجهز به پنل لمسی جهت کنترل عملکرد گوشی‌ها هستش. شما میتونید تماساتون رو با صدای بسیار تمیز و شفاف پاسخ بدین و از شنیدن موزیک هاتون لذت ببرین. بین 3 تا 4 ساعت موزیک پخش میکنه و در برابر پاشش قطرات آب هم مقاومه. تا محدوده 10 متری هم به گوشیتون متصل میمونه و از اندروید و iOS هم به خوبی پشتیبانی میکنه. بخش تنظیماتش هم کاملا مشابه نسخه اورجینال هست. قیمت و نحوه ثبت سفارش ایرپاد سری 2 رو توی کپشن واسهتون نوشتم.